پشت دفاع رئال مادرید، موقعیت برای بارسلونا، این ضربه گل دوم، بازی به تساوی کشیده شد، زد گل دوم بارسلونا. تو چه دقیقه‌ای فران تورس. چه اتفاقاتی داره میفته تو بازی امشب. کامبک پشت کامبک. خالی بود فضای پشت دفاع رئال مادرید. کورتوا هم خروجش ناموفق بود و فران تورس نشون میده که میتونه جایگزین قابل اعتمادی باشه برای رابرت لواندوفسکی. اصلا هم آفساید نبود، پر کرده بود رودیگر. خروج اشتباه کورتوا و اریک گارسیایی که تو صحنه آهسته مشخص بود حتی قبل اینکه توپ گلشه اومده بود تو زمین تا جشن شادی بگیره با فران تورس. بارسا 2 رئال 2. وقتی حرف از ال کلاسیکوه، وقتی رئال و بارسا تو زمینن، تا آخرین لحظه نمیشه به قطعیت گفت که بازی با اون نتیجه که هست به پایان میرسه. سر از پا نمیشناسن آبی اناریا. دوباره بازی به تعادل کشیده میشه.